الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله سبحانه وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. الله يقول في هذه الآية، الله سبحانه وتعالى در همین آیت میفرماید که میگوید که إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. الله شما همون پروردگاری هست که زمین و آسمان رو در 6 روز خلق کرد. خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. بعدن چیکار کرد؟ بعدن استوا کرد بر عرش. بعدن استوا کرد بر عرش. و این آیت ها، این گونه آیت ها با زیاده با 6 دیگر همین گونه آیت هست در مسئله استوا علی العرش. استوا علی العرش. در سوره اعراف همچنین الله سبحانه و تعالی و در سوره رعد إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلى آخر الآية. این چنین در این آیت هم الله سبحانه و تعالی چی میگوید؟ استوا بر عرش رو گفته است. و همچنین الله سبحانه و تعالی در سوره یونس و همچنین الله سبحانه و تعالی در سوره طه الرحمن علی العرش استوى میفرماید. و همچنین الله سبحانه و تعالی در سوره الفرقان الله سبحانه و تعالی میفرماید که الذی خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. و همچنین الله سبحانه و تعالی در دیگر سوره، در سوره سجده، این چنین الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون. در این هم یعنی مراد این آیات ها رو برای چی ما قرائت کرده استودیم. و دیگر آیات هایی که الله سبحانه و تعالی میفرماید در سوره حدید الله سبحانه هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. و همچنین الله سبحانه و تعالی در سوره فاطر من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه، یعنی إليه بسوی او يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، یعنی بسوی او کلمه های پاک برداشته می شود. بسوی او به کجا؟ به بالا. و در دیگر سوره نحل الله سبحانه و تعالی ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم. يخافون یعنی میترسم از کی؟ از اون پروردگاری که در بالای اونها است، فوق اونها است. فوق کجا است؟ ای عبدالرحیم جاهل، عبدالرحیم طاغوتی، ماتریدی، اشعری، کلامی، صوفی، لامکان، جهمی. فوق چی است؟ فوق جهات 6 نیست. جهات 6 را علما اینجوری کردن، اونجوری کردن. این و همچنین الله سبحانه و تعالی در سوره آل عمران میفرماید که اذ قال الله یا عیسی انی متوفیک و رافعک الی
و او را به سوی کی برداشت؟ رافعک الیه. شما جهلا این آیات رو نمیخونید. و همچنین در دیگر آیت در سوره نساء الله سبحانه و تعالی میگه بل رفعه الله الیه، بلکه او را برداشت به نزد خود. الله سبحانه و تعالی به سوی خود برداشت. و این گونه و هو القاهر فوق عباده، فوق عباده، فوق لا تحت، تحت ناومده است در اینجا. ما فقط آیات ها را خونده استیم برادر، آیات ها را واسه به قول علما میگذاریم. و دیگر حدیث ها هم هستن در این باره، حدیث ها بنیاد زیاد هستن. خودش یگانه دلیل از همه بقوترینه که اینها خود به زبان میگویند لیکن عقیدتا قبول ندارن، اسراء معراج از همه دلیلی یعنی گردن این ماتریدی اشعری کلامی ها رو شمشیر، این شمشیر سنت قطعی زدن ممکن است که این واقعه اسراء معراج گردن اینها رو میزند. امنتم من فی السماء، آیا شما ایمین میمونید از اون ربی که در آسمان است؟ اگر شما بگوید که نه این فیه که در اینجا اومده است این فی ظرفی است گوید، پس میگویم که فی جذع النخل چی است؟ فی جذع النخل، یعنی که فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة الذین من قبلهم فسیروا فی الارض. فی، این فی هم ظرفی است مگر؟ بله فی دو نمود است. اما شما سخن به سوی خود یعنی که میبرید. و این بود یک چند آیت ها، والله که در اینجا آیت به نهایت در نزد من زیاد است، آیت به نهایت زیاد است، لیکن ما با همین قش کفایه میکنیم و بعدا میگذاریم با دیگر حدیثی که امام مسلم روایت میکند. وقتی که از همون که مثلا یک نفری که معاویه ابن حکم السلمی کانت لی جاریتون، یعنی که اون چکو کرد جوریه خودش، یعنی که وقتی که زد بعدا نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم و رسول الله صلی الله علیه و سلم چی گفتن؟ از او پرسان کردن، پرسیدن این الله، گفتن الله در کجا است؟ قالت فی السما، در آسمان گفت. یک وقت ایقا آمدن ایخیل گفتن نه او گنگ بود، نه او اشاره کرد، ایخیل کرد، او خیل کرد. آخر در اینجا خودش که فی السما گفته ایستاده است، یگان اشاره نامده ایستاده است. یا اینا مجبور هستن امام مسلم از ضعیف بگوین یا انکار بکنن که تمام علما بر صحیح بودن حدیث های امام بخاری مسلم اجماع کرده هستند. چخیلی که شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله میگوید که اگر حدیث از بخاری مسلم باشه میگود دان که میگود از زبان مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم برآمده است. بعدا پرسیدن رسول الله صلی الله علیه و سلم که من انا؟ قالت انت رسول الله قال اعتقها فانها مؤمنه، آزادش کن این مؤمنه هست. عبدالله ابن مبارک امام مسلم با رقم 537 روایت میکند در تحت همین حدیث عبدالله ابن مبارک میگوید که این توحید است. انمون کلمه که لا اله الا الله میگویم توحید است میگود. این جهالو نمیفهمن این چیزها رو. و بعضی انکنون قولای علما را یک به یک در اینجا میخونیم. قال ابو حنیفه، امام ابو حنیفه رحمه الله، اینو میگن
ما در مذهب ابو حنیفه هستیم. همین امام ماتریدی اشعری در مذهب امام ابو حنیفه بودند و اینها چو کردن؟ اینها در بین اونها یعنی 2 نفر بود، یعنی بین ابو منصور ماتریدی قطعی بین ابو حنیفه 2 نفر بود و اونها از مذهب ابو حنیفه یعنی چیکار میکردن؟ از مذهب ابو حنیفه یعنی پیروی میکردن، اما بله با زبان پیروی میکردن. گوی ما زید نیستیم در این سخن تو ای عبدالرحیم، ای قصه چی؟ چطور قصه چی گفتن در کور است؟ قصه زور. خوب گوش بکن تو. ابو حنیفه چی میگوید و تو خودت به زبان خودت میگویی که اونها در زمانی که هر گونه فرقه ها بر اومدن اونها مجبور شدن تعویل کردن. مگر دین برای یک شخص دیگرگون کرده می شود؟ ابو حنیفه رحمه الله برای چی در همون زمان تعویل نکردن، دیگرگون نکردن دینه؟ برای چی سلف دیگرگون نکردن؟ در زمان جهم ابن صفوان در همون وقت بود که جهم برای چی همه رد زدن؟ برای چی تعویل نکردن اهل سنت و جماعت؟ سلف برای چی تعویل نکردن؟ وزی سلف میبینی که چه خیل تکفیر میکنن اونها را. وزی سلف انکون میبینی که چه خیل انسان هایی که میگوید که الله در آسمان نیست چه خیل تکفیر است. و ما برای اون آیات هایی که الرحمن علی العرش استوى، الاستواء بمعنى ارتفع، ابن جریر الطبری از ابن عباس میگوید، ابن جریر الطبری جاهل، قصه چی؟ قصه زور. گوش بکن. ابن جریر الطبری در تفسیر در زیر این آیات ها که در زیر آیات هایی که هر وقت هایی که الرحمن علی العرش استوى، الاستواء بمعنى ارتفع یعنی بالا شدن. خب وقت زیاد وای نکنیم، دیگر قولای از ابو حنیفه سر میکنیم خوندن. قال امام ابو حنیفه ونقر بأن الله تعالى على العرش استوى من غیر ان يكون له حاجة. ما میگویم امام ابو حنیفه رحمه الله که یعنی چی؟ قبول داریم که الله بر عرش قرار گرفته است. بأن الله تعالی علی العرش، بر عرشش است، بدون آن که محتاج به عرش باشد الله سبحانه و تعالی. بدون آن که، البته که ما نمیگوییم که الله در بالا محتاج است، در همونجا ایستاده است. و همچنین امام ابو حنیفه در دیگر فقه الابسط، این در شرح الوصیه آمده است، در وصیه ابو حنیفه رحمه الله در صفحه 10 و همچنین در کتاب فقه الابسط صفحه 49 شرح تحاوی و ابن عبدالعز صفحه 301 و همچنین ذهبی در علو خود ذکر میکند. امام ابو حنیفه رحمه الله يعتقد أن الله في السماء. دل على هذا القول من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر، وكذا من قال إنه على العرش ولا أدري العرش في السماء أم في الأرض. الله أكبر. اگر کسی بگوید که نمیدونم، یعنی ابو حنیفه رحمه الله به همین اعتقاد دارن که ان الله فی السماء، الله در آسمان است. دل علی هذا قول، یعنی که به همین قول دلیل گرفتن به چی؟ به همونه که اگر کسی بگوید که من نمیدونم پروردگار من الله من در آسمان است یا در زمین، کافر شده است. و همچنین اگر بگوید که او الله سبحانه و تعالی بر عرش است ولی نمیدونم که
آیا عرش در آسمان است یا در زمین؟ این هم کافر شده است. الله اکبر. این قول ابو حنیفه است. و همچنین دیگر قول هایی که در اینجا از ابو بکر صدیق رضی الله عنه سلف ما بودن. و ما برای چی ابو حنیفه را خواندیم در اینجا؟ برای چی؟ برای که اینا حنفی میگویند به همین خاطر. اینا حنفی میگویند که نمیبینیم اینا قبول میکنن یا نمیکنن. در همینجا معلوم میشد که اینا حنفی نیستن. از اینا ماتوریدی اشعری خود بیان میکنن در اینجا. ایها الناس، ابو بکر صدیق رضی الله عنه گفتند که ایها الناس ان كان محمدا الهكم الذي تعبدون فإن إلهكم محمدا قد مات وإن كان إلهكم الذي في السماء فإن إلهكم لم يمت ثم تلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ابو بکر صدیق رضی الله عنه گفتند که ای مردم، اگر معبودی شما محمد صلی الله علیه و سلم بوده ای انسان ها، پس بدانید که معبودتون محمد مرده است. معبودتون محمد مرده است. و اگر یعنی شما معبود خدا محمد صلی الله علیه و سلم میدونید، و اما اگر معبودتون همون باشد که در آسمان است، الهکم الذی، همون الهی که فی السماء، در آسمان است. ابو بکر مجسمه هست، ابو بکر مشبهه هست، ابو بکر معطله هست. برای بگفتی تو ممثله هست ابو بکر. ای عبدالرحیم جاهل، و تو صحابه رو، پیغمبر، حتی الله رو تو مجسمه شده. اعوذ بالله. تو تهمت به الله و به رسول و به صحابه ولی با اجماع سلف دیگر به ابو حنیفه بستی انا. و بعد آیت خوندن، آیتی که در اینجا وای کردیم، خلاصه جای شاهد دلیل ما همین بود که محمد صلی الله علیه و سلم یعنی که رسول بودن. پیش از محمد صلی الله علیه و سلم دیگر رسولان هم اومده رفتند. یعنی خب این در مصنف ابن ابی شیبه بود، در جلد 20 صفحه 560 و 562 و هم بزار در مسند خود در جلد 1 صفحه 182 ذکر میکند. دارمی هم در رد الجهمیه صفحه 44 ذکر میکند اینا. و عبدالله ابن مسعود، انا اکنون میگذاریم به عبدالله ابن مسعود. خب عبدالله ابن مسعود چی میگوید در اینجا؟ عبدالله ابن مسعود، خلاصه گپ عبدالله ابن مسعود کمتر درازتر است. یعنی میگویند که بین السماء الدنیا والتي تليها مسيرة 500 عام وبين كل سماء مسيرة 500 عام وبين السماء السبع وبين الكرسي مسيرة 500 عام وبين الكرسي وبين الماء مسيرة 500 عام والعرش فوق الماء والله تبارك وتعالى فوق العرش. الله أكبر، الله أكبر. فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. یعنی مسافه بین عثمان دنیا و عثمان بعدی 500 ساله راه است میگو. و همچنین بین هر یک عثمان ها 500 ساله راه و بین عثمان هفتم و کرسی 500 ساله راه و بین کرسی و بین آب 500 ساله
500 сола راه است و عرش الله سبحانه و تعالی، یعنی که عرش بالای آن آب است. الله تبارک و تعالی فوق العرش میگوید، یعنی الله بلند مرتبه بالای عرش است میگوید و میداند که شما در چه حال هستید. الله اکبر. مگر صحابه مجسمه بودند؟ مگر صحابه با الله مکان قائل شدند به این گفته شون؟ ای جاهل، مگر همی صحابه عبدالله ابن مسعود مگر به الله مکان قائل شدند؟ و این ابن قدام مقدسی و همچنین دارمی در کتاب رد المریسی جلد 1 صفحه 422 و ابن قدامة المقدسی در اثبات صفت علو صفحه 151، امام لالکی در شرح اصول اعتقاد اهل سنت و الجماعه جلد 3 صفحه 395 و احمد ابن مروان و دیگر علما یعنی در این باره این صحبت کرده هستند. یعنی اینجا فهمیده می شود که صحابه در چی بودند؟ صحابه با کدام عقیده بودند؟ آیا با این عقیده شون برای چی صحابه رو جهمی نمیگویی؟ ای افسانه گو، ای قصه گو، برای چی؟ مگر صحابه ها جهمی بودند با گفتی تو؟ صحابه ها مشبهه بودند، مجسمه بودند، ممثله بودند. و امام مالک رحمه الله میگویند که الله فی السماء و علمه فی کل مکان لا یخلو منه شیء. الله در آسمان است و علمش در همه جا که هیچ چیز از آن یعنی از علمش خالی نیست. یعنی دیگر طبق آیه اگر بگیم یحیط بكل شیء، الله سبحانه و تعالی با علمش یعنی همه چیز رو احاطه کرده است، همه مخلوقات رو. و این در سنه عبدالله ابن احمد جلد 1 صفحه 280 از امام مالک ذکر میکنند. و همچنین حماد ابن زید سلف بودن. سبحان الله. السلف انما يدورون على ان يقولوا ليس في السماء اله، یعنی الجهمیه، یعنی که میگوید که آنها یعنی جهمیه با این سخنهایشون، انمی جهمی عبدالرحیم قزاقانی به همین سخنش گفته ایستاده است که یعنی لیس فی السماء اله، یعنی در آسمان میخوان بگویند به اون سخنهایشون که در آسمان یگان الهی نیست. امام ذهبی در کتاب السیر جلد 8 صفحه 461 و همچنین احمد در مسند خود جلد 45 صفحه 566 و غیره ها ذکر میکنم. عبدالله ابن مبارک وفات کننده 181 هجری و حماد ابن زید وفات کننده 189 هجری، اینو میگویند که علی ابن حسن میگوید که از عبدالله ابن مبارک یعنی پرسیدم چطور باید پروردگار خود را بشناسیم؟ عبدالله گفت علی السماء، در آسمان 7 گانه است الله سبحانه و تعالی، علی عرشه، ولا نقول كما تقول الجهمی انه ها هنا فی الارض. یعنی عبدالله ابن مبارک میگن که بر آسمان 7 بالای عرش خود است الله سبحانه و تعالی، و مثل جهمی نمیگویم که او الله سبحانه و تعالی اینجا هست در زمین، یعنی ها هنا در زمین. در سنه عبدالله ابن احمد جلد 1 صفحه 111 ذکر میکنند. و در دیگر روایتی که امام دارمی در الرد علی الجهمی در صفحه 40 ذکر میکنند که او الله سبحانه و تعالی بالای آسمان 7 بر عرش است، یعنی موافق قول
امام عبدالله ابن مبارک. و همچنین سعید ابن عامر از مشایخ امام بخاری هست، وفات کننده 208 هجری. جهمیه میگوید از یهود و نصارا بدتر هستند در این گفتارشون. یهود و نصارا و سایر دیگر کسانی که مثلا دیگر سایر ادیان اتفاق دارند که یعنی پروردگار یعنی بر چی است؟ بر عرش است، ولی اینها میگویند که بالای عرش چیزی نیست. بخاری در کتاب خلق افعال العباد جلد 2 صفحه 17 و ابن ابی حاتم در رد الجهمیه ذکر میکند و ذهبی در کتاب عرش جلد 2 صفحه 207 ذکر میکند. محمد ابن یوسف فریابی یکی از مشایخ امام بخاری: من قال ان الله لیس علی عرشه فهو کافر. کسی بگوید که هر کس که بگوید الله بر عرش نیست کافر است. امام بخاری در کتاب خلق افعال العباد جلد 2 صفحه 39 ذکر میکند. علم الله امام ابو عیسی ترمذی وفات کننده 279 هجری از ترمیز، از گویم ترمیزی که امروز در ازبکستان است، اینو قبول ندارن، اینو علمای خراسان قبول ندارن. امام بخاری ذکر کردیم در اینجا. علم الله و قدرته و سلطانه في كل مكان وهو على العرش كما وصف في كتابه عبدالرحیم جاهل، عبدالرحیم قصه‌گو. علم و قدرت و سلطانی الله سبحانه و تعالی در همه جا است و او بر عرش است، همچنانه که در کتابش وصف کرده است. در سنن ترمذی جلد 5 صفحه 327 امام ابوالحسن اشعری ای جاهل، انا کن سخن ابوالحسن اشعری را گوش بکن. شما میگوید که ما در مذهب اینها بودیم، در مذهب همین آخر همین مذهب. بله، انا اکنون ابوالحسن اشعری را سخنش را گوش بکن. ابوالحسن اشعری میگویند که در کتاب مقالات الاسلامیه باب اختلاف آنها در باره الله سبحانه و تعالی که آیا در مکانی هست جز مثلا دیگر مکانها، دیگر اماکن، یا اینکه مثلا در مکان نیست، و یا اینکه در همه مکان است. اهل سنت و اصحاب حدیث گفتند، میگوید یعنی ابوالحسن اشعری گفته ایستادند که اهل سنت و اصحاب حدیث گفتند و اینکه او الله سبحانه و تعالی بر عرش است، همچنانه که گفته است الرحمن علی العرش استوى. الله اکبر. ای عبدالرحیم، میموری همین سخنها را بخونی. و همچنین در دوام سخنش میگوید که و ما درباره الله سبحانه و تعالی الله از خود چیزی نمیگوییم، درباره الله از خود چیزی نمیگوییم تو قیام قیامت با شما وقت است که شما لا مکان، کلمه لا مکان یا از قرآن یا از سنت اثبات کنید. تا قیام قیامت وقت با شما. البته اثبات کردن نمیتوانید. کلمه لا مکان یعنی که مکان ندارد، اثبات کردن نمیتوانید. بلکه ابوالحسن اشعری میگوید که از پیش خود ما چیزی نمیگوییم در حق الله، بلکه میگوییم که استوا مثلا چی است؟ بدون استوا علی العرش، خیلی که مثلا الله سبحانه و تعالی گفته است
در مقالات اسلامی جلد 1 صفحه 260. و همچنین ابن بطه حنبلی وفات کننده 387 که در کتاب خود ابانة الكبرى می‌فرماند که و اجمع المسلمون من الصحابة والتابعين وجميع أهل العلم من المؤمنين أن الله تبارك وتعالى على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه وعلمه محيط بجميع خلقه لا يأبى ذلك ولا ينكره إلا من انتحل مذهب الحلولية. انا من مذهب شما رو در اینجا ذکر میکند که یعنی مسلمان ها از صحابه، تابعین و جمیع اهل علم اجماع دارند که الله تبارک و تعالی بر عرش است، بالای آسمان هایش، و از خلق خود یعنی جدا است. یعنی محتاج به عرش، محتاج به خلق نیست، البته جدا هست از اونها، بالای بالا است و علمش احاطه کرده است، یعنی جمیع مخلوقاتش رو، و چنین اعتقاد رو انکار نمی کند مگر این کسی که مذهب حلولی را پیروی کرده است. انمی شما هستی. لامکان میگوید الله همچون نعوذ بالله یک چیزی در ذهن خود فانتاستیک کرده، ذات الله انکار کرده شما. و انشاءالله در این باره دیگر قولها زیاد است. انشاءالله ما یک قولی از دیگر اجماع رو به شما نقل میکنیم، بعد از این سخن انشاءالله با پایان میرسونیم. خب در اینجا ابو نصر سجزی حنفی وفات کننده 444 هجری در کتاب خود، در کتاب ابانه میگوید که ائمتنا كسفيان الثوري ومالك وحماد بن سلمة وحماد بن زيد عبد الله ابن المبارك والفضيل ابن عياض وأحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهويه اینها اجماع کرده هستند. میگوید که متفقون على ان الله سبحانه و تعالی بذاته فوق العرش و علمه بكل مكان. یعنی ائمه ما میگن اجماع کردند با مثل سفیان ثوری، مالک ابن انس، حماد ابن سلمه، حماد ابن زید، عبدالله ابن مبارک، فضیل ابن عیاض، احمد ابن حنبل، اسحاق ابن راهويه متفق بودند به این که الله سبحانه و تعالی به ذات خود بالای عرشش است، در بالای عرش است، علی عرشه، و علم او در همه مکان است، و علمه فی کل مکان. همین بود یعنی سخن ما، و دیگر سخن ها زیاد است. انشاءالله شیخ اومدن، الله حفظشون کند. و این سخنی که ما در آخر ذکر کردیم در سیر و اعلام النبله از کی جلد 17 صفحه 656 و همچنین در کتاب عرش امام ذهبی جلد 2 صفحه 341 ذکر میکنند. و سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.